الیسالم بود که به تنهایی به لس آنجلس سفر کرد و با اتوبوس‌های بین شهری به شهرهای مختلفی میرفت. از باغ وحش سندیاگو بازدید میکرد و عکسای خودش رو در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک میذاشت. لم در 26 ژانویه به لس آنجلس اومد. پس از گذشت چند روز به هتل سیسی در نزدیکی مرکز شهر اقامت گرفت و به اتاق مشترکی در طبقه 5 هتل رفت. ولی هم اتاقی لم به وکیل هتل در مورد رفتار عجیب و غریب لم شکایت کرد و بعد از 2 روز لم رو به اتاق تک نفره‌ای منتقل کردن. سیسیل یه هتل در مرکز شهر بود که در سال 1964 چندین قاتل حرفه‌ای در هتل اقامت داشتن و همچنین چندین خودکشی در این هتل صورت گرفته بود که یکی از این خودکشی‌ها باعث شد که یه عابر پیاده 2 روز کنار هتل کشته بشه. لم هر روز در مسافرت با پدر و مادر شهر بریتیش کلمبیا تماس می‌گرفت. ولی در روز 31 ژانویه سال 2013 روزی که قرار بود از هتل بیاد بیرون و به سانتا کروز بره، والدینش تماسی ازش دریافت نکردن. از پلیس لس آنجلس درخواست کمک کردن و همچنین خانواده‌اش برای کمک کردن به دخترشون به لس آنجلس اومدن. پرسنل هتل که روز حادثه گفتن که لم خودش تنهایی تو هتل بوده. خارج از هتل هم فقط مسیر کتابخونه‌ای که نزدیک به هتل بود تنها کسی بود که اون روز لم رو دیده بود و گفته بود که اومده کتاب بخره و اینقدر خوشحال بوده که حتی می‌خواسته برای اطرافیانش هم کتاب بخره. پلیس هتل تا اونجایی که از لحاظ قانونی مقدور بود رو جستجو کرد. اتاق لم، ساختمان و از جمله پشت و بوم هم جستجو کرد، اما سگ‌ها اثری ازش پیدا نکردن. در روز 6 فوریه، یک هفته بعد از اینکه لم ناپدید شده بود، پلیسا به این نتیجه رسیدن که به کمک بیشتری احتیاج دارن و تصویر لم رو در رسانه‌های آنلاین و مجله‌ها پخش کردن. فیلم آسانسور نشون میده که لم سعی می‌کرده تا آسانسور رو به حرکت در بیاره تا از کسی که اون رو دنبال میکنه فرار کنه. اقدامات عجیبی مثل فشار پشت سر همه دکمه‌های آسانسور و یا پنهان شدنش در گوشه‌ای از آسانسور و تکان‌های شدید دستهاش باعث شد که خیلی‌ها نظرهای مختلفی در مورد مرگ لم بگن و خیلی‌ها گفتن که لم تحت تاثیر قرص‌های روانگردان بوده و بینندگان دیگه ادعا کردن که این ویدیو قبل از اینکه در اختیار مردم قرار بگیره دستکاری شده تا جنایی بودن این پرونده رو نشون ندن. وقتی که پلیس و مردم در جستجوی لم بودن، برخی از مهماندارای هتل از فشار کم آب شکایت می‌کردن و بعدها بعضیا ادعا کردن که آب اتاقشون به رنگ سیاه شده و طعم غیر معمولی داشته. در صبح روز 19 فوریه بدن لم در یکی از 4 تانک 3785 لیتری که آب به اتاق مهمونا، آشپزخونه و کافی شاپ میرسوند بالاخره پیدا شد. مخزن رو از آب تخلیه کردن و بدنه مخزن رو برش دادن. سرپوش مخزن خیلی کوچیک بود که بتونن جسد لم رو ازش بیرون بیارن. بنابراین با برش دادن تانک جسد بدون آسیب فیزیکی خارج شد. در 21 فوریه پخش شدن لم رو خودکشی اعلام کردن. بدن لم برهنه بوده و لباسهای شبیه اون لباسی که آخرین بار در آسانسور به تن داشته کنار جسدش روی آب شناور بوده. ساعت و کلید اتاقش هم همراه با جسدش پیدا شده. جسد لم اثری از آسیب فیزیکی و تجاوز نداشته. آزمایش سرشناسی ناتمام چون خون کافی در جسد لم نبوده. خیلی‌ها به این باور بودن که لم به تنهایی نمیتونسته وارد اون مخزن آب بشه و چطوری در این مخزن آب بسته. برای رفتن به پشت بوم هتل هم احتیاج به کلید و رمز عبور بوده. اما حقیقت چی بوده؟ در واقع هیچ اتفاق مهمی نیفتاده بود یا اینکه لم به قتل نرسید. بسیاری از کوره‌ای‌ها این ویدیو رو که دیده بودن معتقد بودن که این کار الیسا توی آسانسور در واقع یه بازی به اسم بازی آسانسور بوده، یا که به این بازی اعتقاد داشتن که اگه دکمه‌های آسانسور رو طبق قانون چند بار فشار بدی، شخص قرمز پوش ظاهر میشه و باید همراهش بری. معلوم بوده که چندان هم منطقی نبوده، چون که با چند بار فشار دادن
قطعاً آسانسور حرکت نمی‌کنه. بسیاری دیگه هم اعتقاد داشتن که لباسی که الیسا توی فیلم پوشیده کاملاً تحت تاثیر فیلم ترسناک ژاپنی به اسم دارک واتر بوده که سال 2002 ساخته شد و نسخه هالیوودی این فیلم هم سال 2005 با بازی جنیفر کانلی ساخته شد. ماجرای فیلم در مورد مادر و دختریه که متوجه حضور یک روح دختر بچه میشن و بعدها مشخص میشه که اون دختر توی تانکر آب ساختمون اونا فوت کرده، کاملا شبیه الیسا. برای اینکه بتونیم حقیقت ماجرای الیسا رو درک کنیم باید گذشته دقیقاً مثل اون داشته باشیم. دختری که به علت ضعف شدید بینایی دچار کمبود اعتماد به نفس شده بود و هیچ کس حاضر با دوست شدن با الیسا نبود. من نمیتونستم رفتاراشو تحمل کنم. این رویه زندگی الیسا اون رو دچار افسردگی و اختلالات دو قطبی کرده بود. توی وبلاگش مینوشت که همیشه تنها بوده و هیچ کس اونو دوست نداشته. جالب اینجاست که زمان رزرو هتل با پسری دوست بوده، ولی چند روز قبل از مرگش با عصبانیت از اتاق الیسا بیرون اومده. دیگه هم پیداش نشد. در نتیجه الیسا تصمیم میگیره که برای آخرین بار توی وبلاگش این جمله رو بنویسه: قبلا من باید به دنیا توجه میکردم، حالا نوبت مردمه که به هم نگاه کنن. در نتیجه این سناریو رو برنامه‌ریزی کرد و یه خودکشی ساده رو به یه مسئله تمام عیار تبدیل کرد و واقعا هم کارش خوب بود.